بسم البرجام و الفرجام و نرمشون بالقهرمانیات فی جمیع کلام. قال مقام العظمی آتش برخاست از هر جام. اعضای محترم هیئت دولت، بنده در آستانه سفر به بلاد کفر هستم تا پرچم ولایت رو وسط نیویورک بکوبم. از همینجا اعلام میکنم نه مذاکره داریم، نه تکزنگ داریم، نه حتی یه نموره اشوه میاییم. از موشک که کوتاه نمیاییم، از منطقه که کوتاه نمیاییم، نه تنها کوتاه نمیاییم بلکه بلندم میاییم. هدف راهبردی ما اینه که کاخ سفید و حسینیه کنیم، اونجا هم مجلس شعر مقام عظمی رو همونجا برپا کنیم. در پایانم میخوام با یه ذکر مصیبت دلاتون رو ببرم به صحرای نوادا. عزیزان، من دارم میرم تو این سفرم، معلوم نیست چه اتفاقاتی بیفته. شما میمونید و مقام عظمی و دلار 15,000 تومانی. شما میمونید و قحطی پوشک. شما میمونید و خیابونای پرفتنه. ما که رفتیم، اما اگر اتفاقی افتاد شما منتظر من نباشید. 2 تا سم دارید، 2 تا سم دیگه قرض کنید، خودتون رو نجات بدید. آقا من ساعتی پیش با خود مقام عظمی ودا کردم. بهشون گفتم که من میرم از زندگی تو بیرون، یادت باشه برجامو کردی بیرون، برجامو کردی بیرون. مقام عظمی هم با چشمای اشبار گفت 2 دقیقه بودی، حالا کجا میری تو بی ما؟ مواظب دور و برت باش، مذاکره نکنی ای کاش. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. In the name of مقام عظمی. خانم رئیس، امروز در شرایطی گرد هم آمده ایم که دلار شده 15,000 تومان و این نشان دهنده این است که آمریکا 16,000 تومان. بله، داشتم میگفتم ما در شرایطی گرد هم آمده ایم که دلار به 16,000 تومان رسیده است. 17 and 20. بله 17,200. حرفی نزدیم هنوز که اگه اینجوری میخواد پیش بره که فقط ما باید بگیم سلام علیکم حسن هستم و سلام علیکم، وگرنه تا 20,000 و 18,000 هم میره این دیگه. ولش کن. ما در چنین شرایطی به طور کلی در حضور شما هستیم. شما هم که میدونید من میخوام چی بگم دیگه. ببین ما خودمون قربانی تروریسمیم، جینگیلی آمریکا، فینگیلی آمریکا، بعد تروریسم منطقه‌ای، برجام، صنایع موشکی حق مسلم ماست، انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. خود ماست چقدر گرون شده. بعد صلح جهانی، تمدن ایرانی، حقوق ملل، دانش هسته‌ای، این لب کلام ما بود. الان چقدر شد الان؟ 17,200. علی برکت الله. به این میگن ثبات اقتصادی. حالا آمریکا رو ببینید، از بی‌ثباتی اقتصادی رنج میبره. 1000 تومان ما از همان اول 1000 تومان بوده با عکس امام راحل، اما حالا دلار آمریکا را ببینید از 7 تا تک تومانی رسیده به 17,000 تومان. بله، شما چی خیال کردید؟ روحانیت معظم رو اگه تو آبم بندازید برای سازگار شدن آبشش در میاره. سازگاری با دلار 17,200 که اصلا 17,800. بله 17,800. حالا هر چقدر هم که باشه در صورت کاری نداره که. این آمریکا فکر میکند چه دارد که به ما زور میگوید. اگر آمریکا یک گوگل دارد، ما به تعداد هیئت حاکممون گاگول داریم. بله دنیا هم بداند به امر ولی امر مسلمین جهان در راستای حمایت از کالای داخلی ما قصد داریم خودمان
دلار تولید کنیم و به خودکفایی برسیم. آقا اصلا چه معنی داره که یک کشور دیگه دلار تولید کنه ما کلی پول بدیم که بخریمش دیگه؟ بله بله. این ladies and gentlemen please sit down on your chair. کجا؟ چرا همه صندلی خالیه وقتی میخوام صحبت کنیم؟ آقا خونه در وزیر وکیل و دبیر دلار دارم، دلار 15000 تومانی مشکل نفت بچه داریم برای بازار. بله حالا شما یه چیزایی بار ما و مقام عظما کردین، ما هم خواستیم کمی خوشمزه بازی در بیاریم، فردا پس فردا این دلواپسا واسمون دست نگیرن. اما حرف اصلی این است: گام در برابر گام، چشمک در برابر چشمک. حالا شما هم نزدید این چشم ما که آفتاباتش سوخت از بس برای شما چشمک زدین. منظورم اینه که حالا یواش یواش بیا و با ما مهربون باش، دیگه تهدید نکن، بیا با ما یه همزبون باش. میگم بیا میگی نمیشه، میگم برو میگی نمیشه، یک بوم و دو هوا نمیشه، یک بوم و دو هوا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جان 20